کسانی که دنبال نتایج هستند هرگز به آن نمی‌رسند. وقتی درگیر نتیجه باشی، کار روزانه‌ای که آن نتیجه را می‌سازد از دست می‌دهی. مدام در حال اندازه‌گیری و مقایسه‌ای و وقتی پیشرفت کنده است دلسرد می‌شوی. اما کسانی که خود را به فرایند کار می‌سپارند در واقع از قبل برنده شده‌اند. آنها تصمیم گرفته‌اند مهم نیست چقدر طول بکشد یا چقدر سخت است، متعهد به کار روزانه باشند. هر روز ترازو را چک نمی کنند، درگیر آمار و ارقام نمی شوند، مدام حساب نمی کنند چقدر دیگر مانده، فقط حاضر می شوند و کار لازم را انجام می دهند و این دیگران را اذیت می کند. چون بیشتر مردم به دنبال میانبر هستند، آنها نتیجه را بدون تلاش می خواهند. وقتی کسی را می بینند که واقعاً متعهد به فرایند است، بی‌تابی خودشان آشکار می شود. به تو می گویند زیادی درگیر شدی، زیادی جدی، می گویند زیادی سخت می گیری، انضباط تو را مشکل جلوه می دهند، نه یک نقطه قوت. سخت است وقتی تو تنها کسی هستی که حاضر به تلاش است، در حالی که بقیه به دنبال راه آسان هستند. اما باز هم ادامه بده. نتایج خودشان می آیند. نه به خاطر اینکه دنبالشان کردی، بلکه چون با پایبندی به فرایند آن را به دست آوردی.